مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز 15 سپتامبر سال 2022 در دو صدمه در ناحیه‌های دنغره و ورزوب دو راننده که یکی 41 و دومی 45 سال داشتند جان باختند. از جمله 15 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 17:30 دقیقه راننده автомашین تمغه دیو قربانوف رمضان سال تولدش 1981 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر کولاب در حدود جماعت دهات صفابخش نویه دنغره از عهده اداره نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره کرامت الله مرادزاده سال تولدش 1990 ساکن نویه دنغره برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه دیو قربانوف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 15 سپتامبر سال 2022 تخمینا ساعت 11:20 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل زفیره نظام‌الدین سال تولدش 1995 ساکن نویه عینی هنگام حرکت در شورای دوشنبه چنوق در حدود نویه ورزوب از عهده اداره نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомашین تمغه اوپل استرا تحت اداره میرزایف بهادر سال تولدش 1977 ساکن نویه ورزوب برخورده است. در نتیجه راننده автомашین تمغه اوپل استرا میرزایف و مسافر داخل автомашین تمغه اوپل زفیره میرعلی و سعادت سال تولدش 1965 جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. راننده автомашین تمغه اوپل زفیره در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می شوند.